یه خونه و یه خانواده آروم که در آرامش زندگی میکردن. اما در یک شب هیچ کس از اون خونه زنده بیرون نیامد. به آمیتیویل خوش اومدین، خانه شیطانی با صابخونه شیطانی تر. سیزده نوامبر 1974 ساعت 3:15 بامداد. رونالد فیو، پسر خانواده، در حالی که خواب یک پای از خواب میپره. انگار که یک نیروی داره اونو وادار میکنه آروم آروم از پلا به سمت پایین میاد. میره داخل راه رو و در کمد باز میکنه و اسلحه شاتگان از تو کمد بر میداره. میره تو اتاق پدر و مادرش، به سر اونا رو با تیر میزنه. بعد میره سراغ برادر و خواهرش، اونا رو نشونه میگیره و اونا رو هم میکشه. هیچ صدای جیغ شنیده نمیشه، هیچ کسی جیغ نمیزنه و هیچ کسی از خواب بیدار نمیشه. وقتی پلیسا میرسن 6 نفر کشته شده بودن و فقط 1 نفر زنده مونده بود، خود رونالدی که 6 نفر از اعضای خانواده‌اش رو به قتل رسونده بود. و وقتی پلیسا ازش پرسیدن که اینجا چه اتفاقی افتاده، اون فقط یک چیز گفت. یه صدا توی سرم گفت الان وقتشه. یک سال بعد، 2 دسامبر 1975، 1 سال بعد از اون ماجرا، یک خانواده به اون خونه نقل مکان کردن تا اونجا زندگی کنن. خانواده لوتسا. خونه بزرگ بود و خوش ساخت و با قیمتی مشکوکن پایین. هیچ کسی حاضر نبود وارد اونجا بشه، چه برسه تا اونجا زندگی کنه. اما اونا به این ماجرا اعتقاد نداشتن و فکر میکردن یک داستانی بیش نیست. شب اول لوتس ها خوشحال اسباب کشی کرده بودن و به داخل خونه اومدن. اسباباشون چیدن و همه چی خوب و مهیا بود. اما یه مشکل وجود داشت. سگشون دم در فقط زوزه میکشی و حاضر نبود بیاد تو و در آخرم نیامد. کثی، همسر جورج و مادر خانواده، گفت که همش بوی آهن حس میکنه و پوش نامطبوعه. اما جورج اونو جدی نگرفت، خندید و فقط گفت عزیزم اون فقط بوی لوله‌های قدیمیه. روزهای بعد آروم آروم کم کم اتفاقات شروع شدن. درها باز و بسته می شدن و سایه‌هایی از طبقه بالا دیده می شد. دمای هوا یک دفعه افت می کرد و کثی هر شب کابوس می دید و جورج هم هر شب رأس ساعت 3:15 بامداد از خواب بیدار می شد. دقیقاً همون زمانی که کل خانواده دفیو به قتل رسید. و یک روز یکی از بچه ها گفت مامان، یه دختر کوچولو داخل اتاق بازیه، اسمش هم جودیه. اما هیچ بچه ای اونجا نبود. 14 دسامبر 1975، وقتی دیگه خانواده نتونست بیشتر از این اتفاقات رو تحمل کنه، رفت سراغ وارنها، مشهورترین شکارچیان ارباب و جنگیرهای اون زمان. هنگام که لورین، همسر اد، وارد خونه شد، تنها چیزی که گفت این بود اینجا یک روح نیست، یک شیطانه و اینجا خونه اونه. اد و لورین اون شب دعا خوندن، شمع روشن کردن، اما چیزی خیلی قوی تر از اونها اونجا بود. اد گفت هر اتاق یک انرژی خاصی داره، انگار خونه به خودی خودش زنده است. 2 روز بعد، 16 دسامبر، کثی رفت تو اتاق تا موهاشو درست کنه و اونا رو مرتب کنه.
اما وقتی داشت این کار انجام میداد توی اتاق چیزی دید. تو آینه صورت خودش نبود، صورت یک پیرزن بود که با پوستی سوخته و چشمان سیاه داشت اون رو نگاه میکرد. سایه ها رو دیوار حرکت میکردن که قابل توصیف نبود و هر شب صداهایی از زیر زمین میومد، مثل صدای چیزی که میخزه یا دعا میکنه. 20 دسامبر 1975 شب آخر. اون شب بیرون طوفان بود، اما قوقای واقعی داشت داخل خانواده لوکس ها شکل میگرفت. درها یکی یکی به هم کوبیده میشدن. کرده احساس میکرد یکی همش داره موهاشو میکشه. بچه‌ها جیغ میزدن و چراغ‌ها با شدت خاموش روشن میشدن. هوا به شدت سرد شده بود، به طور که همه اعضای خانواده میلرزیدن. و این موقع بود که وارن ها اومدن و دست به کار شدن. لورین بارها تاکید کرده که انرژی خبیث داخل خونه خیلی بیشتر شده. اد اتاقا رو بررسی کرد و سعی کرد منبع اصلی رو پیدا کنه. گفته میشه اد منبع اصلی رو داخل اتاق اصلی خونه پیدا کرده. وارن ها شمع رو روشن کردن و دعاهای مخصوص برای طرد انرژی خبیث رو خوندن. وسایل مذهبی و تعویض‌ها رو در اون اتاق‌ها گذاشتن تا انرژی منفی کنترل بشه. بعد از تموم شدن تطهیر، خانواده لوتس ها انرژی خراب و بد رو بیشتر احساس می‌کردن و وارن ها به خانواده گفتن فوراً باید اون محل رو ترک کنن. اونا حتی زحمت برداشتن وسایل خودشون هم نکشیدن، بلکه با لباس خواب و با دمپایی از خونه فرار کردن. ساعت 3:15 بامداد و دیگه هیچ وقت برنگشتن.